با شفافیت اولین بار اینجا باز میشه، شما یک چیزی ویدیو بعد چی بگیرید؟ حضور طالبا و حضور امتحان می دهندگان ممتحنین نگران وا میکنند. در همینجا پارچه توضیح از کابل لا کمور شده آمدن، حتی نه ریاست دست میزنه و نه در جای دیگری دست اندازی میشه. اول شک اول سوال اول جواب دوم. تعلیم الحمدلله ولایت هرات، همچنان کابل، همچنان مزار، سرپول، جوزجان، ولایت فاریاب، 20 بلادی که بعد از حفظ قرآن در ارتباط علوم دینیه الحمدلله مسعود من الحمدلله گروه اختتام کرد. امیدی که امارت اسلام دادن به درگاه سند 14 یواز بلدشونی بازی کرد. در اینجا آمدیم ما امتحان بیتیم به خاطر از که امارت اسلامی به ما وعده داده که یک سند بیته و در آینده یک موظف و یک وظیفه شویم و مستر خدمت جامعه قرار بگیریم و ملت و مردم خود خدمت. از نگاه تعلیم و تحصیل و تربیت فرزندان کشور میشه یا از هر طریقی که بوده باشه. کسانی که دوره صغرا و دوره کبرا را خواندن به اینا به عنوان عالیه و عالمیه امتحان گرفته می شود با امیدی که از طرف امارت اسلامی به اینا سند داده شود در آینده اینا مستر خدمت شوند. تعلیم تحصیل اینا در مدارس خصوصی متفرقه است. غالبا طالبای مدارس هستند اینا و کسانی که تحصیل کردن و بعد از تحصیل در جهات اشتراک کردن اونا ممکن دانه دانه هستند و دیگه طالبایی که بعد از تحصیل در جهات اشتراک کردن یا در جهات اشتراک کرده بعد از تحصیلشون در خاتمه رساندن از همین اقشار طلبه کرام هستند. اینا بعد از اینکه یک جواز کار به اینا داده شود، یک سند از طرف امارت اسلامی به اینا داده شود، چی وظیفه ای را که امارت لایق میبینه اهم از اینکه وظیفه خرد وظیفه کلان است اینا متقبل میشن ان شاء الله. طبق معمول هر سال در آخر سال تعلیمی امتحان سالانه برگزار میشه. امسال هم از دوره های عالیه و عالمیه دوره خرد و کلان به اصطلاح تعداد از خود طلاب کرام اینجا اشتراک کردن، خود درج کردن، نامشان ثبت نام کردن. البته این دوره امتحان 6 روزه بوده. امروز روز آخرش است. دوره امتحان خلاص شد، پارچه ها طی مراحل کرد و پارچه های جوابیه کسانی که کامیاب باشن براشون نمره داده شد، کامیاب شدن. باز براشون اسناد داده میشه. وقت اسناد براشون داده شد اینا میتونن به هر ارگان دولتی اینا استخدام شون و فعالیت کنن، ازشان خدمت گرفته شود. طوری که به خودتان معلوم است اما مجاهدین ما اکثرشون طلاب مدرسه هستند، عالما هستند، طلاب مدرسه هستند. در دوران جهاد هم اینا از درس باز نماندن. در سنگر جهاد، در دوران جهاد هم درس می‌خواندن. از یک طرف به سنگر جهاد بودن، از یک طرف دیگه تحصیل خود پیش می‌بردن، چرا که سر هر دلگه یا گروه مشر علمای کرام بودن، از پیش از اونا هم تحصیلات خود پیش بردن. کسانی که به دو دوره برابر بودن میتونن اینجا شرکت بکنن، امتحان میتونن. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.